اگر این ترفندها رو بلد نیستی اصلا با کامپیوتر کار نکنی. اگر میخوای بدونی نفر قبلی کجاهای ویندوزت رفته، پنجره رو بگیر، آر رو بزن و بنویس شل دو نقطه ریسنت اوکی رو بزن. جاهایی که قبلا رفته رو بهت نمایش میده. اگر میخوای یه پوشه بسازی که نشون داده نشه ولی وجود داشته باشه، کلیک راست بکن، بیا روی نیو فولدر رو بساز، کلیک راست بیا توی پراپرتیز و از توی کاستومایز یه دونه از این آیکون هایی که چیزی نمایش داده نمیشه رو انتخاب بکن و اوکی اپلای اوکی. حالا میگه اسمش معلومه، انتخاب بکن F2 آلت رو نگه میداریم و 255 رو میزنیم، اسمش هم دیگه نمایش داده نمیشه. الان اینجا من یه پوشه‌ای دارم که دیده نمیشه ولی وجود داره. مشخصات سخت افزاری سیستمت رو میخوای، پنجره و آر مینویسی CMD و اینتر رو میزنی، اینجا مینویسی سیستم اینفو. مشخصات کاملی از سخت افزار ویندوزت بهت میده که خیلی میتونه بهت کمک کنه، توی تمام ویندوز ها هم کار میکنه. گوگل کروم رو باز کردی، میخوای یه پنجره جدید باز بکنی ولی ندونن که تو کجاها رفتی، کدوم سایت ها رو باز کردی، کنترل شیفت و ان رو بزن، پنجره‌ای که باز میشه رصد نمیکنه که کجاها میری. حواست نیست یکی از تب ها رو بستی، کنترل شیفت و تی رو بزن، تب آخری رو که بستی برات برمیگردونه. این تو تمام مرورگرها کار میکنه. میخوای سوابق دانلود رو ببینی، کنترل رو بگیر جی رو بزن، سوابق دانلود رو تو تمام مرورگرها بهت نمایش میده. بریم سراغ ورد. میدونیم که توی ورد اگر بک اسپیس رو نگه داریم اینجوری که حرف به حرف پاک میکنه، اما اگر آلت و بک اسپیس رو بزنیم همونجوری حرف به حرف برمیگردونه سر جاش. کنترل رو بگیریم بک اسپیس بزنیم کلمه به کلمه پاک میکنه. حالا من میخوام این ردیف رو ببرم اول، چیکار میکنم؟ انتخابش میکنم، کنترل بی بولد میشه، آلت و شیفت رو میگیرم، فلش بالا رو میزنم، میره ردیف اول. بریم سراغ اکسل. توی اکسل من میخوام جمع این محدوده رو داشته باشم، انتخابشون میکنم، آلت و مساوی رو میزنم، جمع محدوده رو نمایش میده. میخوام سه رقم جدا بکنم، انتخاب میکنم، کنترل شیفت و عدد یک رو میزنم، سه رقم جدا میشه. حالا آلت و اچ و 9 و آلت و اچ و 9 رو میزنم که رقم بعد از ممیز رو هم برداره. این ردیف آخر رو هم انتخاب میکنم، کنترل بی که بولد بشه، کنترل ای میزنم همشون انتخاب بشه و آلت و F1 میزنم که ازشون نمودار بسازه. به همین راحتی. میخوای گم نکنی این ترفندها رو، حتما بفرست برای خودت یا برای یکی از دوستات. لایک رو هم فراموش نکن. دم شما گرم.